امروز میخوایم ببینیم که ما چی شد طرفدار یه تیم خاص شدیم. از بردش خوشحال میشیم، از باختش ناراحت. نه از لحاظ احساسی، از لحاظ علمی. میخوایم ببینیم که تو بدن ما چه اتفاقی میفته وقتی این تیم ما گل میزنه. خوشحال میشیم، هفته ها خوشحالی میکنیم، یا اینکه نه با یه تیم خاص بازی داره میبازه و ما ناراحت میشیم. چرا ما عاشق تیممون میشیم؟ پشت صحنه علمی طرفدار بودن امروز میخوام بهتون بگم هیچ کس از روز اول طرفدار یه تیم نیست. یه لحظه خاصه که یه چیزی تو دلت تکون میخوره، یه گل، یه فریاد، یه شادی جمعی و از همون لحظه عشق شروع میشه. اما سوال اینه چرا مغز ما اینقدر وابسته میشه به یه تیم؟ چرا وقتی میبره خوشحال میشیم و وقتی میبازه ناراحتیم؟ جوابش فقط احساس نیست، پشتش علمه. مغز انسان از روز تولد دنبال تعلقه. روانشناسا میگن نیاز به تعلق داشتن یکی از اساسی ترین نیازهای بشره. تحقیقات بولمایستر و لیری نشون داده این نیاز همسط با نیاز به غذا و امنیته. حالا تصور کنون حس تعلق بشه یه تیم فوتبال، یه تیم با رنگ، پرچم، شعار، تاریخ، تمدن. وقتی با اون یکی میشی مغز شروع میکنه به ترشح دوپامین و اکسیتوسین. دوپامین همون ماده‌ای که موقع موفقیت آزاد میشه. اکسیتوسین همون هورمون اعتماد و صمیمیته. یعنی وقتی تیمت گل میزنه مغز طوری واکنش نشون میده که انگار خودت گل زدی. دانشمندا به این حالت میگه بینگ، یا همون غرق شدن در حالت افتخار دیگران. تو داری با برد تیمت حس موفقیت خودت رو تجربه میکنی. برای هر کسی طرفدار شدن یه لحظه است، یه تصویر، یه بازی، یه صدای گزارشگر. شاید اولین باری که با پدرت رفتی استادیوم، شاید یه گل که هیچ وقت از ذهنت پاک نمیشه. اون لحظه توی بخشی از مغز به اسم هیپوکامپوس ثبت میشه، جایی که خاطرات احساسی ذخیره میشه. از اون روز هر بار اسم تیمتو میشنوی مغز اون حس رو دوباره زنده میکنه، نه با تصویر، با احساس. برای همین یه گل میتونه ببرتت به دوران خوش بچگی و یه باخت میتونه بغض بندازه تو گلوت و روزها ناراحتش باشی. تو داری گذشته‌تو دوباره تجربه میکنی. تحقیقات دانشگاه آکسفورد یه چیز جالب نشون داده. وقتی یه هوادار تیمش رو تشویق میکنه همون قسمت‌های از مغز فعال میشه که موقع دفاع از قبیله و خانوادت فعال میشه. یعنی از دید مغز فوتبال دیگه یه سرگرمی نیست، یه قبیله است. برد یعنی بقا، باخت یعنی تهدید. برای همین هوادارا اینقدر واکنش احساسی دارن. مغزشون داره میگه قبیلت داره میجنگه، مراقب باش. و اینه که فوتبالو از یه بازی تبدیل میکنه به احساس بقا. الان دیگه طرفدار شدن با استادیوم رفتن شروع نمیشه. میتونه مثل یه کلیپ باشه، یه ویدیو، یه گل، یه روی صفحه گوشیشون باشه. ولی مغز فرق بین واقعیت و تصویر زیاد نمیفهمه. وقتی یه صحنه تکراری، یه کلیپ برد، یه صحنه‌های حساس گلو بارها میبینی، همون مسیرهای عصبی لذت تعلق رو فعالش کردی. یعنی نسل جدید هم مثل نسل قبل عاشق میشن، فقط مسیرشون فرق میکنه. ابزارا دیجیتال شدن ولی حس حالا همون حس. روانشناسا یه اصطلاح دارن، نظریه هویت اجتماعی. میگن آدما خودشون از گروهایی که توشن تعریف میکنن. وقتی میگی من پرسپولیسیم، من استقلالیم، یعنی در واقع داری میگی من کیم. تیمت یه باشگاه دیگه فقط نیست، یه تیکه از شخصیت توه. بردش یعنی اعتبار، باختش یعنی زخم. پس وقتی تیمت گل میزنه و از جات میپری، بدون که این فقط دیگه یه شاهدی نیست، یه واکنش شیمیاییه از اعماق مغزت. وقتی از باختش ناراحت میشی، بدون مغزت داره از قبیله دفاع میکنه. و وقتی هنوز بعد سالها همون رنگ و همون عشق داری، بدون اون یه احساس گذرا نیست. اون یه بخشی از تو، اون بخش هویت تو. فوتبال دیگه فقط یه ورزش نیست، یه آینه است که نشون میده انسان چقدر نیاز داره و به چه جایی تعلق داره. ویدیوی شورتمون یک شنبه و پنج شنبه، ویدیوهای اصلیمون سه شنبه. ما رفتیم تا پنج شنبه.